حمیدونا منصورova دکتر علمهای طب پروفسور دختر طبیب مشهور تاجیک اکادمیک حمید منصورov روز یکم ایول در دوشنبه در سن 69 وفات کرد. درباره درگذشت او دوستانش در فیسبوک خبر دادند. درباره سببهای مرگ فریده حمیدونا چیزی گفته نشده است. تنها شورت جورایف نوشت که او را به دستگاه نفسکشی صنعی پیوست کرده بودند. اولو از دستگاه EVL معمولا برای طبابت بیماران گرفتار کرونا ویروس نوع کووید 19 استفاده میبرند. فریده حمیدونا منصورova دویم ماه سال 1952 در شهر سمرقند در عائله اکادمیک حمید منصورov و ایرینا منصورova به دنیا آمده. سال 1975 دانشکده طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا را ختم کرده است. او سال 1977 در همین دانشکده اردیناتور کلینیکی کافدرای تراپی گوسپیتالی بود و سپس به حیث کارمند خرد و کلان علمی شعبه جگر و غدود زیر معده، مدیر لابراتوری بیوخیمی کلینیکی، جانشین دیرکتور اوید به علم پژوهشگاه گاسترانترولوژی اکادمی علمی تاجیکستان، مدیر لابراتوری مرکز بیولوژی و طب اینواسیونی کار کرده است. فریده منصورova مؤلف بیش از 250 تألیفات علمی است که بر راه‌های طبابت و پیشگیری سنگ تلخدان بخشیده شدند. کوشش علمیش اوید به مسئله‌های گوناگون گپاتولوژی و گاسترانترولوژی نیز جالب است. او از سال 1998 رساله دکتریش را حمایت کرده. سال 2007 سزاوار عنوان پروفسور شد. پدر او اکادمیک حمید منصورov یکی از بهترین طبیبان تاجیک به شمار می رفت. کلینیک نزد پژوهشگاه گاسترانترولوژی را در دوشنبه تا حال به شرف او کلینیک اکادمیک منصورov می نامند.